من 3 فرزند پدر رو از دست دادم. بر حال من و تنهاییم، آه فرزند پدر گم کرده. 3 بیمارخانه شد که مادرم رو برده استادیم تا حال شفا نیافت. در حق تو سوختم ای فرزند پدر، همچون گزوده فروش نیست فعالیت کردگیم. این جای عیبش. تماشابینان عزیز، من بلاگر و starший دایرکتور کمپانی فبریک هستم. بسیاری به کار ما باوری ندارند. از همین جهت برای اثبات این کار میخواهم یک بار دیگر سرپرست خودم را نزد شما بگیرم. وقتی 3 هفته نیامد، امروز فرصت بسیار مناسبی برای بانوان پیش آمده است که نبرآمده از خانه تنها با تلفن دستی میتوانند صاحب توفه‌ها، درآمد و بونوس‌های کلان شوند. از همین جهت من میخوام شما بانوان عزیز را به کار در کماند خودم دعوت کنم. اضافه میکنم که کسانی که با من همکاری میکنند میتوانند در روز ارشاد من اشتراک کرده و صاحب توفه‌های نقدی و غیر نقدی از طرف من شوند. برای اطلاعات بیشتر میتوانید با رقم‌هایی که بر روی اکران هستند تماس بگیرید. من همش را برای شما می‌آموزم. موفقیت حق شماست. من عبدالرحمن حکیمزاد، زاده ناحیه همدانی، سال تولدم 1990، ختم کرده دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان با اختصاص اقتصادچی مارکتولوگ. زمان کودکی شما چگونه سپری گشته است؟ زمان کودکی من در ناحیه همدانی گذشته است، چون دیگر کودکان دهات در صحرا مشغول کار، البته که بیگوچرانی نمی شود و در برابر این تحصیل خوب نیز گرفتم در مکتب. با عالم صنعت چگونه رو گرفته؟ از کودکی چون به صحرا می رفتیم به کار و هنگام گوچرانی نیز بسیار ترانه های استاد طالب عبدالله و صادق خالف را گوش می کردم. همون زمان ها خود به خود کودکی صنف 4-5 تصور می کردم که من کلان می شوم و در صحنه های کلان سرودخوانی میکنم، ولی این تماما باوری نداشتم که به این آرزو میرسم، ولی دیر سراینده شدم. اول دانشگاه رو ختم کردم، قریب ختم کرده بودم. بعد عموما چی سبب شد که شما راه یافتید به عالم شو؟ بسیارتر سروده استاد صادق خالف و طالب عبدالله رو گوش میکردم. گویم که هنر ایشان، سرودهای ایشان مرا سراینده کردن، خطا نمیکنیم. این خیلگیری نگم استاد ندارم، خودآموز هستم. مهر و محبت هنر انمین دو هنرمند توانست مرا وادار کرد که سراینده شوم. ولی در برابر این بسیاری ها مرا همچون روزنامه‌نگار، همچون سراینده، همچون اقتصادچی، همچون ترانه‌نویس یا شاعر میشناسند. هر کی هر گونه میشناسد. از همین نامبرده ها در کدامش موفق تره؟ وقتی که کدام مقصدی رو که من در نزد خود گذاشتم تا امروز تا اندازه به آن موفق گشتم، هم در جوده اختصاصی که من دارم مارکتولوگ اقتصادچی، هم سرایندگی، هم روزنامه‌نگاری، هم شاعری، فکر میکنم که میگن که به هر کاری که همت بسته گردد اگر خاری بود گل دسته گردد. ولی از همه بیشتر کسبی که من از اون 3 دیپلم دارم، هم بکالور، هم ماجستراتورا و هم دکترانتورا اقتصادچی بیشتر دوست می‌دارم. شنیده بودم که شما در چندین گازیت و روزنامه ها کار میکردید و با پول اینها چیز نیست صبر میکردید. بله، هنگام دانشجویی در مطبوعات فعالیت میکردم، در روزنامه‌های محبت دویله، دکان پراسرار و غیره ها. اون زمان ها بسیار دشوار بود، به ما مبلغ لازم بود. غیر از این شوق نیز داشتم. خطا نکنم 7-8 سال در روزنامه ها نیز همچون مخبر، بعداً سرمحرر شده کار کردم، ولی بسیار کار دشوار بود، مزد مهنت کم بود، بعضی نافهمایی ها میان من و رهبریت شد، از همین خاطر کار رو بس کردم و دیگر کار گذاشتم. باری شده است که بیپول مونده سخت وقت داشته باشید؟ باور میکنید بیپولی برای من مثل یک بیماری است. وقتی که انسان بیپول میشود در نظرش که من دیگران رو نمیدونم، شخصا من اگر بیپول مونم من فکر میکنم که یگان کس ندارم، من هیچ کس هستم. وقتی که در برات پول داری فکر میکنی که
تو یگون شخصیت زور، یگون شخصیت بزرگ هستی، چون که در جامعه امروزه ما بی پول نمی شود. موندم بی پول هنگام دانشجویی حالتایی میشد که حتی مبلغ نمیفتیم که رهگیری کنیم، ولی باز میشدن روزهایی که در برابر این من دانشجو بودم، هم در گازیتا کار میکردم، هم درس میخوندم، هم به کتابخانه فردوسی اون وقتا بود میرفتم، هم این جای عیب و شرمش نیست. حالت شده است که ما در بازار کاروان همچون گروسچی نیست کار کردگیم، همچون سوداگر نیست کار کردگیم، همچون گزوده فروش نیست فعالیت کردگیم. این جای عیبش نیست. بسیار روزهای وزنی رو هم از سر گذراندیم. اگر فهمی که پدر یا مادر در روی دوردست که قرار دارن بیمار شدن، چه حسیات وجودت رو فراهم میکنه؟ بسیار نفرانی که بیمار دارن اونا میدونن که چقدر سخت است در شرایط امروزه. متاسفانه چند مدت پدرم بیمار بود، خدا رو شکر که شفا یافت. باز اعضای چند عائله‌مون و امروزها مادرم بسیار بیمار هستند، اذیت میکشند از این بیمارخانه به این بیمارخانه. راستی بسیار دشوار است. نفرانی که بیمار دارن این حالت رو میدونن. در یک بیمارخانه میبرید، دکتر میبیند، میسنجد، دارو خط رو مینویسد، دارو رو میخرید، شفا نمییابد، بعد دیگر بیمارخانه میبرید، اون طبیب باز این طبیب دیگر رو قبول نمیکند، دارو خطش رو. خلاصه 3 بیمارخانه شد که مادرم رو برده استادیم، تا حال شفا نیافته است، ولی از خداوند امید داریم. مرگ برادر رو چگونه تحمل کردید؟ بسیار سخت. طول 5 سال برادرم رو من ندیده بودم. در فدراسیون روسیه بود. سال 2019 اومد، حتی باز ندیدم. من در کار بودم و دیگه رفت و نویه همدانی. همگی 4 روز مهمان بود در خاندان ما. یک حادثه ناخوش شد که از بالای بام افتید، با پای خود به بیمارخانه مرکزی نویه رفت. اما متاسفانه با خطای طبیبان وقتی به او سوزن دارو رو ما گذراندن، به حالت کام افتید. مدت 6 روز ما هر قدر دیگر کوشش کردیم، از تمام جمهوری طبیب بردیم. این رو در اسکوستین دیخانی میگن، مونده بودن دیگر نشد. یعنی یک خطای طبیب گوییم که ما مردم مسلمان به تقدیر بیشتر تن میدیم، ولی من فکر میکنم که طبیبان باید که خطا نکنند، چون که اونها با انسان، با جان انسان، با بدن انسان سر و کار دارن. یک خطای اون بود که برادر من همیشه از دنیا گذشت. 3 فرزندی رو یتیمان. غیر از این من باز 2 برادر دیگرم رو هست، یعنی من 3 فرزند پدر رو از دست دادم. من اینجا میگن چون جوان مرد باید گریه نکنه، من گریه نمیکنم، من کوشش میکنم که خود را دارم، اما حالتهای میشن که در تنهایی گاه خود به خود گریه میکنم که من 3 فرزند پدرم رو خیلی جوان از دست دادیم. گرانیس گذشته ما که بخره به شما توصیه میدادیم برادرها حاضر این همین رقمی که در روی اکران دیدین زنگ بزنه، هر روز سفر داره 500 روبل اینامی کانال ما کدامی که میره اسکیت کرده میشوه. برادر بابواری ماشینش خیلی دیدگی بده، ماشینای زمانوی به یگان کم بودی ده تشفیر داره، هر روز سفر مرحبا نمی رقم داره زنگ. من نمیگویم که زرگون کرده ام سلطنت یا کر و فرگون کرده ام، وای بر حال من و تنهاییم، آه فرزند پدر گم کرده ام، نخل دل لخت جگر گم کرده ام. مادر من در زندگی بسیار رنج کشیدن، بسیار عذاب فرزندها رو دیدن. تصور کنید که مادری که 3 فرزند جوانش رو از دست میدهد برای چقدر سنگین است. و مادر من از همین خاطر به بسیار بیماری ها گرفتار شد. من فکر میکنم هر باری که به دیگه میروید و 3 فرزندی برادرتون که یتیم مادر میبینید، چی درد در وجودتون فرا میاد؟ بسیار یتیمی
سخت است. هرگاه که به دهه میروم سر منزل برادرم میروم، با خود فرزندهایش رو میبرم و هرگاه که همون بیمارخانه نایه همدانی رو میبینم میگویم که هم بیمارخانه رو ویران کنم، اما چه علاج که باز نمیشود. ما صبر رو تحمل میکنیم. همش قسمت تقدیر خدا چنین بوده است، باید با تقدیر تن دهیم. زندگی ادامه داره، زندگی مبارزه است، زندگی نبرد است. انسان باید که کوشش کنه که در این نبرد شکست نخورد، همه وقت مبارز باشد. شنیده بودیم که خودتون با بیماری کرونا ویروس گرفتار شده بودید و از دم مرگ برگشتید، درست است؟ این اوضاع پنج شد. کاش کرونا ویروس می بود. یک بیماری بد گیمرید میگن از کرونا ویروس دیده بدتر بوده است. همون سیمتومایی که در کرونا ویروس هست همین در گیمرید هم بوده است. طول 2 هفته قریب خیلی تبوبر گرفتن در یک طبیب خوب از بیمارخانه یا مرکز ملی تشخیص دیاگنوستیک میگن دلارم پیرمت و حالا خودم رو خیلی خوب اسم میکنه، ولی هنوزم هست بیمار. سال 2019 خواستم ولادت شوم که در این میان بسیار ناخوشی ها شد. برادرم گذشت، 1-2 جیانچه هم گذشت، شوهری اپم گذشت. سال 2019 2020 برای من 2 سال بسیار سالهای شوم، سالهای بد بودن. باید یه هست ببینید امروز سلطوی شما رو همگان دوست میدونم. می‌بینید سلطویتون کدامش بیشتر محبوبیت رو پیدا کرده؟ بله، با وجود اینه که من خودم آهنگ ترانه ایجاد میکنم، اما بعضی سراینده‌ای که 15 سال قبل 20 سال قبل ترانه ها سرودن، ترانه های اونها با دل من نزدیک است، آهنگ های اونها دلنشین است. مخصوصا سرود استاد طالب عبدالله شام عروسی، این ترانه رو من سال 2015 همراه شان امسی سراییدیم. فکر میکنم که همون ترانه مرا میان مردم بیشتر معرفی کرد، ولی غیر از این باز بودن ترانه همدانی و 1-2 سرود روسی. میتونید سلطوی فرزند برای یک ترانه نو ایجاد کردیم. انیخترش این ترانه کهنه است، فقط ما تغییر آهنگ کردیم. از شادروان استاد سبحانی سعید است، بسیار ترانه خوب فرزند پدر است. روزهای نزدیک نیت دارم که اون رو کلیپش رو پیشنهاد مخلصان کرده باشم. این به دل من بسیار نزدیک بود، از همین خاطر من این ترانه رو سراییدم. باران بهار میکند سبزه تره، در حق تو سوختم ای فرزندی پدر. فرزندی پدر رشته های جانم ای، نامک تگیرم و بیشکند ارمانم ای. فرزندی پدر رشته های جانم ای، نامک تگیرم و بیشکند ارمانم ای. تشکر. و همکاری شما با شهلا دولت و در اول نظررس بود. چی شد که افکار با همکاری رو بس کردید؟ شهلا دولت و آوازخوان جوان سال 2014، اون وقت آوازخوان نبود، در انسمبلی یا انیخترش تئاتر استودیوی پدیده فعالیت میکرد. اومد گفت که میخوام سراینده شوم، به من کمک کن. شما میدونید که من با بسیار سراینده ها کمک کردم، نفرانی که بار اول روی صحنه میآیند. بسیار دخترکی چهره زیبا داشت، در صحنه خوب رقص میکرد. ما یک جایه با فریدون سعیدزاده نامجان احمدوف، فخرالدین عربشو 3-4 نفره دستگیری کردیم. یک چند ترانه با او آماده کردیم، کلیپ تویانه، و مردم او را خوب قبول کردن. بسیار دخترک خوب است، دخترک نغز است. ما با اویله اونها رفت آمد داریم، اونا خانه ما میان، ما خانه اونا میرویم. برای چی امروز ما یک جای دوید نمیخونیم، ما سالهای پیش میخوندیم، امروز با آوازخوان جوان بهادر جورایف همکاری دارن. از این خاطر ما یگان جنگ و یگان نافهمی میان ما نیست، فقط بازی همکاری ایجادی نداریم.
امروز چی روزگار دارید؟ امروز در دوشنبه زندگی میکنم، فعالیت دارم. زندگی پستی و بلندی دارد. با این همه پستی و بلندیاش باز شیرین است. در چندین جاده ها فعالیت داریم، چون زندگی روزگار مجبور میکنند ما را که به اینها دست نهیم. بسیاری ها همچون راوی میشناسند، بسیاری ها همچون سراینده میشناسند. بسیاری ها میگن که برای چی در برنامه ها سوال های دشوار میدهید. اما من فکر میکنم که روزنامه‌نگار باید که نویجاد باشد، نوکار باشد، نوگو باشد تا که از دیگرها فرق کند. همه یک رنگ باشد، بیننده قبول نمیکنه. آخرین سخن شما. به همه مردم تاجیک سربلندی میخواهم، پیش از همه سلامتی میخواهم، خوشبختی عائلوی میخواهم و به بینندگان برنامه شما گفتنیم که به کانال شما ابونه شوند و از درد دل مهمانان برنامه شما با خبر شوند. سلامت باشید.